وای این چه معجزه‌ایه. احتمالاً مال کسیه، لازم داشته باشه. درسته همه چی پوله ولی باید بهش برگردونم. وای خدا، من کیف پولمو اینجا جا نذاشتم. آروم باش عزیزم، اینجا جا گذاشتی. دمت گرم. هر کسی جای شما بود این کیف پولو برمی داشته دیگه هم به من نمیداد. درسته همه چی پوله ولی به قول پدر خدا بیامرزم ذات خوب پشتش خداست. بیا این مال تو. دیگه نمیتونم ادامه بدم. تو از اون مردایی که واسه زنها هیچ ارزشی قائل نیست. شاید زنت نفهمه ولی خدا که میبینه. چه ربطی داره به این حرفا؟ برو بابا. به قول یه بنده خدایی ذات خوب پشتش خداست. شاید زنت نفهمه ولی خدا که میبینه. عزیزم من خیلی بدی در حق تو کردم. قسم میخورم که دیگه هیچ وقت این اشتباهو تکرار نکنم. چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ ولشون، قول میدم جبران کنم. ذات خوب همیشه پشتش خداست. هر چیزی که درست کنی خدا هم کمکت میکنه. خدا رو شکر خانواده مقتول رضایت دادن. نمیدونم چی شد. اونا که همیشه قصاص میخواستن نظرشون عوض شده. وای این چه معجزه. واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردم آخر این پرونده این بشه. همیشه یه بنده خدایی میگفت پشت ذات خوب خداست. اینم نشون دهنده رحم خداست و دل پاک شما. چه جالب. این جمله بود که همیشه پدر خدا بیامرزم بهم میگفت پشت ذات خوب خداست. واقعا من همیشه به این جمله عمل کردم. خدا هم الان ذات خوب رو بهم نشوند.